اما سوال پنجم دین تو چیست؟ جواب آن دین من اسلام است. باید بگویی دین من اسلام است. و اسلام این تسلیم شدن و اطاعت کردن به الله عز و جل می باشد. تنها با او برای او تسلیم شوی، تنها برای فرمان او تسلیم شوی، از او اطاعت فرمان برداری نمایی. و دلیل بر این سخن قول الله سبحانه و تعالی است که می فرماید در سوره آل عمران آیه 19 ان الدین عند الله الاسلام. به درستی که دینی که الله سبحانه و تعالی برگزیده از دین برحق این دین اسلام است. به درستی که دینی که الله سبحانه و تعالی آن را برای خود پسندیده است و با آن پیامبرانش را فرستانیده است این دین اسلام است. بجز دین اسلام دیگر هیچ دینی در نزد الله سبحانه و تعالی پسندیده و پذیرفته نیست. و اینجوری می‌فرماید که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین. و هر کس که دین را غیر از دین اسلامی پذیرد پس عملش مردود است، یعنی قبول نشده است، پذیرفته نمیشود، عملش قبول نمیشود و در آخرت از زیانکاران قرار میگیرد. و اسلام این تسلیم شدن به الله سبحانه و تعالی است و سرفرود آوردن به اطاعت کردن از او و پیروی کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم است. این از معنای اسلام در سوره آل عمران آیه 85. و اینچنین الله سبحانه و تعالی میفرماید اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز دین شما را برای شما کامل کردم، دینی کامل برای شما برگزیدم و نعمت خود را برای شما تمام کردم. و رضیت لكم الاسلام دینا. و دین اسلام را برای شما دینی پسندیده، دینی پذیرفته شده برگزیدم. سوره مائده آیه 3. پس اسلام معنای اطاعت کردن، تسلیم شدن به فرموده های او سبحانه و تعالی است. تنها او را اطاعت نمایی با توحید در عبادت، با توحید در عبادت، اطاعت از امرهای او و دوری جستن از منع کرده های او. پس دین من اسلام است که الله آن را برای همه بشر پسندید و کامل گردانید. پس دین اسلام این راه راستین است که همه پیامبران علیهم السلام با آن دعوت کردند